بارسلونا تقریبا کار دورتموند رو تموم کرد و میشه گفت یک پای نیمه نهایی چمپیونز لیگ، ولی کار اینتر رو باید به بازی برگشت کشید که ببینیم کدوم صعود میکنه کدوم صعود نمیکنه. تو این ویدیو میخوام نگاهی داشته باشیم به خلاصه بازی اینتر و بایر و بارسا و دورتموند. حالا یکم هم راجع بهش صحبت میکنیم. بریم و بیایم داشته باشیم خلاصه بازی و تحلیلش رو. اینجا هم جای ورزشیه و راجع به اتفاقات و ورزش‌های مختلف تو دنیا صحبت می‌کنیم. فوکوس کارمون بیشتر روی فوتبال، تحلیل فوتبال. تحلیلگر نیستم، چیزی که میدونم و راجع به بازی میتونم میگم. و کشتی بیشتر این دوتا ورزشه. حالا المپیک چیزی هم بود توی این پیج سعی می‌کنیم راجع بهش صحبت کنیم. چند رو وجود داره واسه حمایت کردن از این پیج: لایک کردن، سابسکرایب کردن، کامنت گذاشتن، فالو اینستاگرام. یک راه مستقیم هم داره که میتونید حمایت کنید، اونم حمایت مستقیم از سایت رینی پیج. تو دیسکریپشن میذارم، میتونید از اونجا نظرتون رو بذارید و مستقیم از این پیج حمایت کنید. بریم سراغ بازی بارسلونا و دورتموند. ببینید همیشه تو بازی‌های این فصل بارسای هانسی فلیک همیشه بارسلونا توی 10 تا 15 دقیقه اول یک برنامه خاص دارن و حتما موقعیت گل دارن. حالا توی بازی‌های تونستن این موقعیت رو به گل تبدیل کنن، یه موقعیتایی مثل همین بازی موقعیتاشون رو از دست دادن. تو این بازی که خیلی بیشتر تا دقیقه 15 فکر کنم حداقل 3 تا موقعیت گل داشتن که حالا یامال یه دونه زد دروازه‌بان گرفت، الان دیدیم یه دونه دیگه هم تو ادامه داریم که یامال میتونست به لواندوفسکی پاس بده و گل بشه. ولی خب حالا جوون اومد خودی ضربه رو زد. میگم که بارسلونا بازی ها رو واسه خودش 15 دقیقه کرده، یعنی مربیشون هانسی فلیک، و توی هر 15 دقیقه یه تاکتیک خاصی رو به نمایش میذارن. حالا این تاکتیک ممکنه همون روند باشه، لو بلاک کردن باشه، پرس از جلوی شدید باشه یا پرس معمولی باشه. تو این صحنه هم یامال ضربه خوبی رو زد، تو ریباندش هم توپ نرسید که بتونن ضربه بزنن. اینجا موقعیتیه که پدری با اینکه تو این بازی دورتموند تنها کاری که تو این بازی می‌خواست انجام بده این بود که فکر می‌کرد پاشنه آشیل بارسا فقط پدریه و پدری رو بسته بود که نتونه کاری انجام بده. دو سه تا حرکت تونست پاس بده، مثل همین صحنه که یامال نتونست استفاده کنه. ضربه بدی هم نزد نسبت به سنش بخوایم بگیم، ولی خب چیزی که نشون داده میتونست خیلی با کیفیت‌تر باشه، اصلا کاتبک بده که لواندوفسکی گل کنه. ولی خب تمرکز دورتموند بر این بود که بتونه پدری رو نگه داره که نتونه بازی سازی انجام بده، که این کارو فرانکی دیونگ فوق‌العاده انجام داد و حرکت‌های فرمین لوپز تو همین صحنه هم می‌بینید. فرمین عالی بازیکن‌ها رو به عقب می‌کشونه که توپ به سمت یامال بیاد. اینجا هم بازم پدری با اینکه 2 نفر مارک کرده بودن پاس خوبی رو به رافینیا داد که کاتبک کرد. لواندوفسکی حالا زد، ضربهش زیاد جالب نبود چون میتونست به گوشه ها بزنه، کار دروازه‌بان رو سخت کنه. وسط زد و دروازه‌بان سیو کرد. گفتم که بارسلونا تو این فصل همیشه تا دقیقه 15 حداقل یک موقعیت 100% گلزنی داشته. اینجا الان ما دقیقه 6 بازی و 3 تا موقعیت گل داشتن، یعنی میتونستن تو 6 دقیقه اول کارو تموم کنن. اینجا هم صحنه گل اول بازی که بارسلونا زد، فرمین لوپز. همیشه پدری و رافینیا میان پشت ضربه، واسه اولین بار فرمین لوپز اومد پشت ضربه وایساد و توپو همیشه اینیگو مارتینز نقش مهمی تو این ترکیب بارسا داره، به خاطر همین که ضربه‌های سر خوب میزنه تو این موقع حمله. اینجا هم که ببینید توپو به تیر دو، اصطلاحا میگن تیر دو میفرسته و اون پاس میده به اینیگو مارتینز که پاس میده که کوبارسی ضربه رو میزنه. حالا میگفتن آفساید بود، آفساید نبود که وی آر رد کرد از دوربین طرف کوبارسی که نشون داد کاملا آفساید پر شده بود و رافینیا لبه خط زد که خودش رو بیاره صدر آقای گل.
تیم دورتموند یکم فضاها رو خوب دید، میخواست حمله کنه که گل بزنه که بتونه کار راحت تری توی ورزشگاه خودش داشته باشه. چند تا حمله هم کردن که بتونن به موقعیت برسن. مهمترین صحنه و حمله بازی دورتموند تو کل بازی همین صحنه بود، مهمترینش، که اینجا مهاجمشون گیراسی توپ رو پاش نشست. حالا همه میگن ناامید شدیم ازش فلان بسار، ولی خب فوتباله، بعضی وقتا میبینی توپ رو پای طرف نمیشینه. حالا درسته حرفه‌ای‌ترا خیلی زیباتر کارو انجام میدن، با دقت بیشتری انجام میدن، ولی نتونست توپو بزنه و توپ گل نشد. اگه اینجا هم گل میشد به نظر من اتفاق خاصی واسه بارسلونا نمیافتاد، چون ما دیدیم تو بازی قبلی که تو ال کلاسیکو حتی با اینکه گل اولو خوردن بازم تمرکز خودشون رو از دست ندادن و کار خودشون کردن و 4 تا 5 تا به رئال مادرید زدن. نکته مهمی که هانسی فلیک به این بارسا اضافه کرده ذهنیتی که دارن، بازم حتی اگه عقب باشن واسهشون مهم نیست، ساختار خودشون رو نگه می‌دارن. اینجا ضربه بدی رو زد، اصلا به پاش نگرفت، چزنی هم نشسته بود، این اگه به پاش میگرفت 100% گل میشه. نیمه اول بارسلونا، میگم 15 دقیقه اول خیلی فشار آورد که اگه تو پاش گل میشد تو همون 15 دقیقه اول که هیچی، تو 10 دقیقه اول کار دورتموند کامل تموم شده. ولی خب دورتموند یکم اعتماد به نفس پیدا کرد، اومد تو 30 دقیقه بعدی عملات بیشتری رو نسبت به بارسا انجام داد. بارسا هم داشت بازی رو کنترل میکرد. بعد که اینا اومدن جلو، بارسلونا خیلی هانسی فلیک خیلی هوشمندانه کار کرد. تو نیمه دوم یه همون ترکیب رفت داخل، ولی یه سیستمی رو اجرا کرد که اصلا دورتموند فکرشو نمی‌کرد که بارسا بتونه با این سیستم بازی کنه و خیلی غافلگیرشون کردن. حالا میرسیم به نیمه دوم. ببینید اگه توجه کنید، بارسلونا با شروع نیمه دوم وقتی دید 30 دقیقه اول بازی نیمه اول دورتموند داره سعی میکنه به بارسلونا گل بزنه، اشتباه ترین کاری که یک تیم که سطحش از الان بارسلونا پایین تره بیاد جلوش انجام بده. حالا تیمای اسپانیا نیست که بتونن خیلی تیمو عقب بکشونن، مید بلاک بازی کنن، لو بلاک بازی کنن، اصلا هرچی. اونا دیگه میدونن چجوری جلوی رئال و بارسا بازی کنن، بعضی بازی‌ها بتونن جلوشو بگیرن. ولی تیمی که از یه جای دیگه اومده مقابل رئال بارسا بازی میکنه نباید همچین اشتباهی کنه. بارسلونا هانسی فلیک خیلی هوشمندانه کار کرد، اومد تمام تیمو عقب کشید. آفساید گیری هم کردن، ولی نه به اون حد که خیلی جلو باشن و پرس از جلو شدید کنن. میانه زمین وایسادن و منتظر بودن که دورتموند بیاره جلو. مثلا این صحنه که داریم می‌بینیم کم کم شروع کردن و تا توپ آورد جلو، چون انتقال بازی بارسلونا خیلی سریع انجام میشه، تنها کاری که کردن همین بود، گذاشتن دورتموند بیاد جلو، توپو میگرفتن سریع به حمله تبدیل میکردن، مثلا اول نیمه دوم که باعث شد گل دومشون رو بزنن. ببینید بازم میگم پدری با اینکه خیلی گرفته بودنش و نمیتونه زیاد کاری انجام بده، بازم پاسای خودشو میده. اینجا پاس میده به لامین یامال هم اینجا معلوم بود کاملا که انگار مثلا بین بهش گفتن پاس بیشتر بده تا دیدید کنید. اینجا پاس داد به لامین یامال و دید عالی لامین یامال و فرار رافینیا. ببین رافینیا کجا فرار میکنه و تو برای رافینیا خودخواهی نکرد، مثل دو سه بازی قبلی که یکم افت کرده بود و عالی پاس داد به لوا که خوراکش هم می‌دونه. یکی از چیزایی که واسه من جالبه، تو بایر هانسی فلیک که بود به هر تیمی 8 و 7 تا میزدن ولی خوشحالی نمیدیدی. تو بارسلونا یه گل که میزنه واقعا خوشحالی میکنه، انگار خیلی دلش بیشتر با بارسلونا تا با بایر میکنه. حالا درسته زادگاهش بوده بودن ولی خیلی انرژی گذاشته، اصلا انگار خودش داره بازی میکنه تو زمین.
رافینیا که ورژن لیگ قهرمانانش فوق‌العاده است. ببین اینجا زیاد تیم جلو نکشیده، آروم آروم دارن میان جلو، اجازه میدن دورتموندیا به جلو بیان. اینجا ببینید یکی از صحنه‌هایی که فرمین لوپز خیلی خوب بازی کرد، ولی اگه یکم تجربهش بیشتر بود، یکم فکرش بازتر بود، دید بازتری داشت، راحت میتونست توپ به لواندوفسکی پاس بده و گل بشه. درسته خودش به تیرک زد، ولی موقعیت لواندوفسکی نه آفساید بود نه چیزی، راحت میتونست یه گلسازی واسه لواندوفسکی انجام بده. درسته لوا تو این فصل فراز و نشیب زیاد باشه، ولی واقعا تو 2 بازی اخیر خیلی کم بهش پاس میدن. تو همین بازی راحت میتونست 4 گل بزنه، ولی پاس خیلی بهش کم دادن و تو موقعیت قرار بشه. با اینکه بازی خیلی یکی از بهترین بازی‌های لواندوفسکی بود که توی فصل انجام داد. انتقال سریع بازی وقتی میگیم تو بارسلونا نگاه کنید، حالا ما خلاصه بازی رو داریم میگیم، کاملش هم اصلا نمیتونم توی یوتیوب بذارم، حالا نمیدونم چقدرش رو بتونم توی پیج بذارم. گذاشتن که دورتموند اومده جلو و سرعت انتقال بازی به حمله رو فقط نگاه کنید که به چه سرعتی انجام میشه. اون فوق‌العاده، مثلا فرمین لوپز عالی، یا پدری یکم کم فرو بود واسه که خیلی مارکش کرده بود. اینجا گل سومه، پاس میده به یامال بابا فوق‌العاده است. اصلا من نمیدونم چرا تمرکزش رو تو بعضی بازی‌ها دست میده فقط واسه گلزنی، وقتی میتونی به این زیبایی تو بازی سازی کنی، گل سازی کنی. پاس اول به یامال میده و یامال چه پاس عالی واسه فرمین میندازه که اینجا مثل همون کاری که گفتم میتونست پاس بده به لوا، این سری شوت نکرد و پاس داد به لوا و کار تموم شد. عالی، ضربه عالی. گل چهارم، میرسیم به گل چهارم. ببینید باز گل چهارم گذاشتن دورتموندیا اومدن جلو، یعنی پرس از جلو نکردن مثل همیشه، گذاشتن دورتموند بیاد جلو، خودش رو تو موقعیت حمله قرار بده و اینجا لوا یه بازپسگیری توپ خوب انجام میده و پاسو میده به رافینیا هم اگه تو 2 بازی قبلی بود میگفتن که خودش میره جلو و یا حالا گل میزنه یا خرابش میکنه، ولی تو لیگ قهرمانان اصلا فکرش فراتر از لیگ رفته. لیگ اسپانیا با اولین نگاهی که به یامال کرد توپ بهش پاس داد که تو آفساید هم قرار نگیره و یامال هم که یه نوک پای سالانی زد، فوق‌العاده بود. خب بخوایم راجع به این بازی صحبت کنیم، میشه بهترین نکته مثبت بارسلونا تو این فصل که به جز بارسایا همه باید لذت ببرن، آنالیز بازی توسط هانسی فلیکه. یعنی قبلا اوایل فصل که چند تا باختم دادن میومد بازی رو 30 دقیقه یا یک نیمه ترکیب و سیستم رو عوض میکرد، ولی بعد از یه دوره باخت و مساویایی که انجام دادن باعث شد از لیگ عقب بمونن. بازی‌های بارسلونا 15 دقیقه سیستم بازی رو عوض میکنه طبق آنالیزایی که میکنه. من مخصوصا بین 2 نیمه آنالیز فوق‌العاده‌ای از همه تیم‌ها دیدم، مثل اتلتیکویی که 4-2 بردن یا 1-0 بردن تو جام حذفی، 1-0 بردن دیگه. آنالیز نیمه دومش فوق‌العاده است. تو این بازی هم بیان بگیم شزین که توپ زیادی واسش نمیومد، ولی از موقعی که اومدی اطمینان خاطر آورده واسه بارسلونا. راجع به بازیکن‌های بارسا بخوایم صحبت کنیم، توی ویدیو پیشبازیش با پیشبازی لیگش رو صحبت می‌کنیم که فردا منتشر میشه، امیدوارم حمایت کنید. دورتموند به نظر من شانس صعودی نداره، ولی بازم چیزی که تو کنفرانسش هانسی فلیک بود، نباید بازی رو تموم شده بدونن. درسته نیمی از راه رفتن، ولی اگه تموم شده بدونن امکان شگفت زده شدن رو دارن. باید با آرامش بازی کنن، بازی خودشون رو انجام بدن، چون بارسا تیمی نیست که بیاد مثل اتلتیکو مثل اینتر عقب بکشه، باید بازی خودش رو انجام بده. حالا یکم فشارش رو کمتر کنه چون بازیشون فشرده است، بازیکن مصدوم نشن. بریم سراغ بازی اینتر و بایرن. من خودم اون بازی رو ندیدم،
اصلا خلاصش هم ندیدم، گلاش هم ندیدم. بریم ببینیم که چجوری. تا قبل اینکه راجع به بازی بخوایم صحبت کنیم و خلاصه بازی رو ببینیم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید که بتونیم یه کانال خیلی خوبی داشته باشیم. تخصصی صحبت نمی‌کنیم، هر چی دوست داشتیم می‌گیم اینجا. و اگر خیلی به من لطف داشتید میتونید از ریمیت به صورت مستقیم از پیج حمایت کنید. بریم سراغ بازی. اینزاگی که این فصل لیگ قهرمانان یه آمار خیلی عجیب داشته و اینجا که بیان کلا یه گل خورده و نشون میده چقدر دفاع مستحکمی به وجود آورده. با اینکه دو تیم هم الان بخوایم حساب کنیم بایرن و اینتر مصدومای خیلی زیادی رو دارن که به نظر من شاخص‌ترین مصدوم این بازی موسیالا که کیفیت خیلی فوق‌العاده‌ای داره و میتونه سطح بایرن رو یکم که نه خیلی بالاتر ببره. اصلا چه بلاک دفاعی چیده اینتر. یعنی تو این صحنه هر کاری کردن از وسط بتونن حمله کنن نتونستن، تو رو به گوشه ها بردن و گوشه ها هم اصلا اجازه دریبل ندادن، مجبور شدن شوت بزنن. بایرن موقعیت زیاد خطرناکی نبود واسه اینتر چون دروازه‌بان خیلی خوبی هم دارن. اینتر بازی سازی از عقب بزنن. گفتم که از وسط اجازه ورود به بایر رو نمیدن که بتونن مستقیم به دروازه حمله کنن. از گوشه‌ها اجازه حمله رو تا حدودی دادن این دو موقعیت که تو 20 دقیقه اول بوده که اونم میگم دروازه‌بان خوبیه، دفاع خوبیه. حالا بازم از دفاع رد شده دروازه‌بان اجازه کارو نداد. کیفیت ضربه کیفیت خوبی نبود. پاسش عالی بود ولی خب کیفیت ضربه کیفیت خوبی نبود، دفاعش هم نگرفت. انتقال سریع به حمله توی اینتر خیلی خوب انجام میشه. مثل همین صحنه چقدر زیبا پاس کاتبک و پاس به عقب، چه ضربه قشنگی رو زد لوتارو. با اینکه بازی بیشتر دست بایرن بود، اصلا بازی اینتر همین مدلی انگار تو لیگ قهرمانان من زیاد ازشون بازی ندیدم. میذارن حمله کنه طرف و وقتی که به سرانجام میرسه چون انتقال بازیشون به حمله خیلی سریع انجام میشه که باعث میشه تیم حریف غافلگیر بشه. اینجا هم بیشتر بازی دست بایرن بود ولی گل اینتر زد. آفساید هم نبود، پاس به بغل بود. این گل قشنگی بود. این هفته انقدر گل قشنگ داشتیم که این گل توش گم شدیم. این نیمه اول تمام نشد ولی بازم باید داره حمله. خب بریم سراغ نیمه دوم. یه چیزی که راجع به نیمه اول بخوام بگم، اینتر کامل داشت بازی خودشو میکرد و اجازه حملات زهردار بایرن رو اصلا نداد. فقط یه لحظه یه حمله تونستن در برن که توپ به تیر خورد با ضربه هری کین. این نشون میده که اینتر کاملا رو بازی سوار بود که توپ دستش ولی داشت بازی رو انجام میداد که بایرن رو وادار کنه که بیاد جلو. بایرن هم پرس از جلو انجام میده ولی خب اینتر خیلی موفق‌تر سیستم خودش رو اجرا کرد.
اصلا دفاع تو رد نمیشه اصلا یه دفاعی دارن واسه همه تیم‌ها میتونه خطرناک باشه چون اصلا اجازه رد شدن توپو نمیدن دیگه. خیلی خوب دارن عمل میکنن تو لیگشون اولن، تو لیگ قهرمانان با این مرحله اومدن. امسال سال خوبیه داشته میکنن. ببین بایرن بیشتر سعی میکنه از گوشه ها حمله کنه چون میبینه وسط کاملا بسته است. همینجا هم که توپ کاتبک شد بازم 2 نفر تک زدن اجازه کار رو ندادن به مولر. حرکت خوبی بود از توپ سوم. این گلشون اومدن دیدن که نمیشه از وسط حمله کرد، حالا یا هوش مربی یا هوش خود بازیکن‌ها، اومدن توپ سوم استفاده کردن، توپ واسه تیر 2 فرستادن و اون توپو قطع کرد به سمت دروازه که مولر هم توپو قطع کرد زد تو گل. یه جورایی میشه گفت مثل گل سوم یا گل دوم بارسلونا به دورتموند بود که یامال توپو فرستاد رو تیر 2، رافینیا پاس داد به لواندوفسکی. اینم تقریبا همون سبک گل بود، ولی خب فکر کنم تنها راهی بود که تونستن به اینتر گل بزنن چون هر کاری کردن وسط حمله کنن نشد. از گوشه هم هرچی میرفتن یا دفاع بلاک میکرد یا دروازه‌بان میگرفت. بازی بدی رو انجام نداده باید، ولی خب میگم کنترل بازی رو اینتر گرفته چون جوریه که دوست داره حریف مقابلش بازی کنه. مال شرکت خوشحال تقریبا مثل همون گلی بود که بارسلونا زد این چه حساب کرد. حالا نه دقیق مثل همون ولی سبک گل همون سبک گل. اینجا دفاع وسط اشتباه کرد مثل رفت کردن. موقعیت دادن به بایرن ولی موقعیت خطرناک ندادن. این موقعیت ها خطر نمیشن واسه اینتری که این هم خوب داره دفاع میکنه. دقیقه های آخر بازی لوتارو بازم مثل با گل اول انتقال سریع به حمله، کاتبک و گل. مثلا سیستم بازیشو همینه که انتقال سریع به گوشه ها سانت یا کاتبک به داخل و گل. این گل اول هم دقیقا توپ آوردن وسط با لاوتارو شروع شد، بازی رو پخش کرد. اینم که میبینید خیلی خالی میشن چون بایر از جلو دفاع میکنه، از جلو پرس میکنه و پای سر دفاع چپ و راستش خالیه و اینتر هم خیلی خوب تو دو صحنه ازش استفاده کرد. خب اینم دوتا بازی لیگ قهرمانان بود که برنده این دوتا بازی به هم میخورن توی نیمه نهایی. دوتا بازی بعدی هم اگه بتونم ریویوشو الان میگیرم واسه آپلود میکنم. بخوام راجع بهش صحبت کنم، بارسلونا شانس خیلی زیادی واسه صعود داره چون کیفیت دورتموند خیلی پایین‌تر بارسلونا، بازم نباید دست کمش بگیره. راجع به اینتر و بایرن، ببینید بایرن خوب حمله میکرد، جوندار، ولی حمله نمیکرد چون دفاعی که انجام میداد اینتر خیلی فوق‌العاده بود، ولی بازم بازی‌های حذفی و لیگ قهرمانان اصلا قابل پیش‌بینی نیست. یه دفعه بازی برگشت اینتر یه اخراجی داد، یه مصدوم داد، هرچی کامل بازی برگشت و بایرن صعود کرد. مثلا میگم بازی اینتر و بایرن بیشتر به بازی برگشت مربوطه، ولی بازی بارسلونا اگه بازی خودش رو انجام بده راحت میتونه صعود کنه و غافلگیر نشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حمایت کنید از من. لایک، فالو، سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید که واسه دلگرمیه. میبینمتون.